Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. یک جا تشکر. سلامت باشید. مرحمت شد. ҳамватанони азиз, ҳозирини арзуманд، این لحظه ها که همه ما در آستانه جشن مبارک ملی امان روز وحدت ملی قرار داریم، تمام مردمی شرفی تاجیکستان، ҳамватанони бурунمرزی، خرد و بزرگ ساکینان ноҳияи رشت و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار این صحنه تاریخی صمیمانه تبریک میگویم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت. با کل شهروندان کشور خانه آباد، سعادت روزگار و در راه تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت و همدیگر فهمی که اساس خوشبختی ساکنان مملکت و آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان به حساب می رود، برار و کامیابی آرزو می نمایم. وحدت ملی همچون پدیده نادری دوران صاحب استقلالی کشور برای سرجم نمودن ملتی در حال پراکنده شوی قرار داشته تاجیک و از ورطه نیستی رهایی بخشیدن
دولت نوین تاجیکان نقش بسا بزرگ را اجرا کرد. روزی به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، یعنی 27 ایونی سال 1997 برای ما واقعا آغازی همدیگر فهمی و سرجمی و فراهم آوردن شرایط برای زندگی آرام و آسایشته خلقمان می باشد. سازشنامه عمومی سند نجات ملت، کشور و دولت ما بوده، نتیجه مذاکرات قریب 4 ساله بین تاجیکان، ملاقات و مشورت‌های رهبران دولت و اتحاد نیروهای مخالفین، زحمت هیئت‌های مذاکره کننده، کوشش‌های کشورهای ناظر و مساعدت سازمان‌های بین المللی میباشد. در نتیجه جنگ داخلی تحمیلی که در آغاز استقلالیت دولتمان با گناه دشمنان و بدخواهان ملت و خواجگان خارجی آنها به وقوع پیوست، صدها هزار نفر شهروندان بیگناه ما به هلاکت رسیده، دهها هزار نفر مادران و زنان بی‌سرابان و کودکان یتیم ماندند. بیش از 1 میلیون نفر هموطنانمان گریزه شدند و هزاران انشاءات اقتصادی و اجتماعی مملکت خراب و ولنگار و سوخته و نابود گردید. در چنین لحظه های نهایت وزین و فاجعه بار که مردم تاجیک تشنه صلح و آرامی و قطع جنگ و خونریزی بودند، اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت و برگزار گردید و رهبریت نو انتخاب شده دولت مسئولیتی وزین به اعتدال آوردن وضع مملکت را به دوش خود گرفت. وظیفه مهمترین و فوری حکومت نوتأسیس هرچه زودتر خاتمه بخشیدن به جنگ و خونریزی، برقرار کردن فعالیت کاملا فلج شده ساختار و مقامات دولتی، به وطن برگردانیدن گریزه های اجباری و تأمین نمودن آنها با شرایط ضروری زندگی و کار بود. در این روند فراهم آوردن فضای مساعد برای مذاکرات جانب‌ها نیز از جمله کارهای اولین درجه و بی تأخیر به شمار می‌رود. ما مذاکرات صلح را با مخالفین مسلح با طلب و درخواست و میل و اراده خلق عزیزمان به خاطر قطع خونریزی‌های دهشتناک، حفظ یگانگی ملت و نگاه داشتن یکپارچگی دولتمان آغاز کردیم. در روند مذاکرات طولانی که زیاده از 40 ماه در کشورهای گوناگون عالم ادامه داشتند، ما 40 سند مهم را به امضا رسانیدیم. در نتیجه بعد مخالفت مسلحانه بیش از 5 ساله 27 ایونی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان امضا شد. وابسته به این میخواهم یک مسئله مهم را بار دیگر به تمام مردم شریف کشور خاطر نشان سازم که حکومت تاجیکستان سازشنامه صلح را با اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک امضا کرد. یعنی ما
با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت هیچگاه یگان سند امضا نکرده ایم. بعد امضای سازشنامه صلح در کشور، مرحله برقرارسازی عاقبت‌های جنگ شروع شد که سعی و تلاش حکومت مملکت دوام 10 سال اساساً به همین سمت روانه گردیده بود. ما در مدت کوتاه بیش از 1 میلیون نفر ҳамватанони гурезаву аз ватан дурафтодаамон ро ба маҳалли зисташон баргардонидем. барқарор кардани ана дӯстони азиз, ҳамин воқеаи таърихӣ ҳам бисёр барои мо ва барои ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр як واقعی نادیر است. برگردانیدن گریزگان به وطن اجدادی خود، به مسکن دائمی زیستشان. در جامعه جهان در صحیفه تاریخ جنگ‌ها در داخل کشورها خیلی زیاد شد. حالا هم است. 10 میلیون از بعض دولت‌ها مردم از کشور خود فرار کردند. و یگان سیاستمداران بسیار این کشورها در پی سراغ مردم خود تا امروز نبودند. و به ما میسر گردید که پیش از همه با کوشش و غیرت و دستگیری صمیمی کل مردم تاجیکستان، خرد و بزرگ مردم تاجیکستان، ما کل هموطنان خود را به وطن اجدادی خود، به سرزمین اجدادی و تاریخی خود، به خانه خود برگردانیدیم و ملت تاجیک را سرجم نمودیم. برقرار کردن ساخت کیسانی، قانونیت و ترتیبات و امنیت، از نابرآماندن فعالیت شاخه‌های فلج شده حاکمیت دولتی، برقرار نمودن منزل‌های زیست و انشاءات سوخته و ولنگار شده، سعی و تلاش و وقت و خراجات زیاد را طلب می‌نمود. با طفیل صلح و ثبات ما از سالهای 2000 سر کرده پسروی اقتصادی را باز داشتیم و در مملکت مرحله رشد آغاز کردیم. در این دوره برای رسیدن به 3 هدف مهم استراتژیکی ما هنوز در آغاز صاحب استقلالی آنها را در سرگه کار و اقدامات خود برای 10 سالهای نزدیک قرار داده بودیم. همه ذخیره و امکانات‌های موجوده سفربر کرده شدند. حاضرین گرامی، طوری که اشاره کردم، وحدت ملی به وسیله تلاش‌های پیوسته حکومت کشور برای گسترش یافتن سیاست داخلی و خارجی، رشد منبعی کشور و تأمین امنیت دولت و جامعه تا کرسی مستحکم به وجود آورد. وابسته به این ما را ضرور است که معرفت سیاسی و حقوقی و ذهنی و عقلانی مردم در نوبت اول نورسان و جوانان را منتظم بلند برداریم و دانش و جهانبینی دنیوی آنها را توسعه بخشیم. زیرا در آینده محض نورسان و جوانان مسئولیت دولتداری را به عهده میگیرند و ما باید آنها را از حالا برای اجرای این رسالت بزرگ آماده سازیم. باید گفت که در زمان نهایت پرتضاد جهانی شوی انسانیت به مشکلات و تهدیدهای نو روبرو شده ایستاده است که حل و فصل آنها تنها توسط عقل و خرد
و فرهنگ انسان پرورانه امکان پذیر می باشد. از این رو نسل‌های امروز و فردا را ضرور است که با مقصد تأمین امنیت دولت هرچی بیشتر متحد باشند و نگذارند که در جامعه غایه‌های افراطی و با فرهنگ ما بیگانه نفوذ پیدا کرده زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت را خلل‌دار سازند. ما باید در مفکوره مردم ارزش و آرمان‌های را جای دهیم که تجسمگری هدف‌های سازنده باشند و نه تنها عامل تحکیم بخش ثبات سیاسی بلکه واسطه مهمی حمایه رکن‌های دولتداری در کشور قرار گیرند. گذشته سالها ثابت نمود که صلح تاجیکان راه اساسی ترین رفع اختلافات داخلی و اساس پیشرفت و آبادی کشور می باشد. بیهوده نیست که حالا تجربه صلح و آشتی ما مورد آموزش و استفاده سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و جامعه بشری قرار دارد. با گذشت سالها ما عمیقاً درک کردیم که وحدت ملی تاجیکان عامل مهمترین رشد جامعه، شرط اساسی پیشرفت اقتصاد و اجتماعیات و فرهنگ مردم ما به حساب می رود. محض به همین خاطر ما حفظ استقلالیت و وحدت ملی را از جمله رسالت‌های انسانی خود می‌شماریم. امروز بسیار ضرور است که ما اندیشه صلح و وحدت را همچون رکن با اعتماد استقلالیت به یکی از غایه‌های دولتداری ملی تبدیل دهیم و آن را میان نورسان و جوانان همچون شرط اساسی بقای امنیت جامعه و پایداری دولت وسیع ترغیب کنیم. حالا در جهان علم با سرعت کیهانی پیش می رود و هر روز تکنیک و تکنولوژی های نوترین اختراع می شود. در چنین شرایط به جوانان ما ضرور است که پایبند رسم و آیین های خرافاتی نشوند، بلکه از دستاوردهای معاصر علم و تکنیک جهان آگاهی بیشتر پیدا کنند، دید و نظر و جهانبینی خود را وسعت بخشند، با دانش‌های زمانوی مصالح گردند و همقدم شایسته زمان باشند. همدیاران عزیز، محض ثمره وحدت ملی و ترغیب پیوسته غایه‌های وحدت بود که تاجیکستان در مدت کوتاه تاریخی به مرحله رشد استوار وارد شده، در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی با دستاوردهای خیلی نظررس نائل گردید. رهایی بخشیدن کشور از بحران شدید اقتصادی، گذاشتن زمینه استوار برای تأمین رشد اقتصادی، بنیاد زیرساختارهای انرژتیکی و کمونیکاسیونی از جمله راه و نقب‌ها، خطهای بلند شدت انتقال برق، زیرساخت‌های برقی، رشد با مرام صنعت و کشاورزی، صاحبکاری و بخش خصوصی، بنیاد ده‌ها هزار گکتار باغ و تاکزارها از جمله دستاوردهای نظررس این مرحله می باشد. ساختمان و تعمیر و تجدید هزارها مکتب و کودکستان و مؤسسه‌های طبی، قامت افراختن ده‌ها کاخ فرهنگ و کتابخانه و ورزشگاه و عموماً دیگرگون گردیدن سیمای شهر نایه‌ها و شرایط زیستی ساکنان آنها را امروز هر فرد آگاه کشور
چون آینه در پیشاروی خود می‌بیند. ذکر باید کرد که انشاءات بزرگ با زحمت اهلانه مردم بنیاد گردیده نه تنها اهمیت اقتصادی و اجتماعی بلکه نقش بزرگ ملی و سیاسی نیز دارند. زیرا محض توسط بنیاد زیرساختارهای کمونیکاسیونی ما تاجیکستان عملاً چند پاره را به سرزمینی واحد تبدیل دادیم. واقعاً در کشوری که منطقه‌های آن تا زمان عملی گردیدن این دیگرگونی‌های بزرگ طول 5-6 ماه از هم جدا بوده، مردم درباره همدیگر تصورات کافی نداشتند. از وحدت ملی سخن گفتن مشکل بود. چون این وضع یعنی به همدیگر نزدیک نبودن ساکنان کشور یکی از سبب‌های رو دادن بدبختی‌های ابتدای سالهای 90 به حساب می‌رود. از این رو راه و نقدها مردم تاجیکستان را با هم پیوسته برای آمیزش و همایش ملی و برای تشکل فضای یگانه ارزش‌های ملی نقش کلیدی بازیدند. تنها در دوام سالهای 2018 مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی قریب 39 برابر و حجم درآمد بودجه دولتی 56 برابر افزود. در پایان سال گذشته پرزیدنت مملکت به مجلس عالی صنعت کنانی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان گردید. موافق استراتژی ملی رشد تا سال 2030 افزایش بی‌سابقه حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی پیش بینی شده است. این چنین معنی دارد که ما باید در این دوره صدها کارخانه معاصر صنعتی بنیاد کرده، ده‌ها هزار جای نوی کاری مهیا سازیم و صادرات محصولات تیار صنعتی را زیاد کنیم. در این راستا تنها سال گذشته 131 کارخانه نو به استفاده سپارده شده. از سال 2015 استحصال محصولات صنعتی قریب 84% افزایش یافت. یعنی از 13 میلیارد سامانی سال 2015 قریب به 24 میلیارد سامانی در سال 2018 رسانیده شد. ҷашни ваҳдати миллӣ имсол дар шароити ҷашн гирифта мешавад ки давлати мо ба як қатор дастовардҳои дорои аҳамияти дохилӣ ва минтақавӣ ноил гардидааст. амалӣ гардидани ормони дерinaи мардуми сарбаланду тамаддунсози تاجیکستان و رویداد مهمترین تاریخ نوین کشورمان با کار درآوردن اگریگات اول انشاءات بزرگ عصر نیروهای برقی آبی راغون یکی از این دستاوردها می باشد. ما نیت داریم که سال جاری در روزهای جشن استقلالیت دولتی اگریگات دوم این نیروهای عظیم را به کار درآورده در راه تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان عزیزمان باز یک قدم استوار گذاریم و به صنعتی کردن کشور یعنی هدف 4 ملی راهی وسیع شویم.
باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. با این راه ما بر رشد تاجیکستان عزیز تکان بخشیده برای تطبیق هدف‌های استراتژی‌مان زمینه با اعتماد مهیا می‌سازیم. سالهای نزدیک در مملکت برای تجدید راه‌ها، شبکه‌های آبرسانی و بنیاد نیروگاه‌ها تطبیق ده‌ها لایحه دولتی سرمایه‌گذاری نو با مبلغ عمومی میلیاردها سامانی به نقشه گرفته شده است که بی‌شبهه برای رسیدن به زندگی شایسته مساعدت خواهند کرد. ҳамватанони گرامی، امسال ҷашни وحدت ملی در ناحیه رشت برگزار می‌گردد. مفهوم‌های صلح و ثبات و وحدت و سرجمی برای ساکنان وادی رشت بسیار ارزشمند بوده. آنها قدر و منزلت و جایگاه این نعمت‌ها را خوب می‌دانند. این است که مردم شریفی رشت از سیاست صلح‌پرورانه و وحدت‌ساز دولت با تمام هستی خود جانبداری می‌کنند. با قناعتمندی خاطر نشان می‌سازم که در نتیجه غمخواری و دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت و البته با وسیله زحمت و تلاش وطندوستانه ساکنان امروز سیمای ناحیه رشت کلاً دیگرگون شده است. چنانکه در یکی از واقعه‌های خود با مردم این ناحیه ایثار داشته بودم، ناحیه و عموما وادی رشت مردم زحمتکرین، دهقانان اصیل و آب و خاک زرخیز داشته. اقلیم آن برای پرورش همه گونه زراعت‌های کشاورزی بسیار موافق میباشد. قسم زیادی میوه‌های شدبار کشور در این موضع پرورش یافته، هم در داخل و هم در خارج کشور خریدار زیاد دارد. ناحیه رشت اینچنین از جمله موضع‌های زیبای کشورمان بوده. طبیعت این مکان 10 ساله هاست که دقت دوستداران سیاحت و کوهنوردی را به خود جلب کرده است. چنین امکانیت و شرایط خوبی طبیعی از رهبران و مسئولان ناحیه، اینچنین از صاحبکاران محلی تقاضا می نماید که برای تشکیل انفراستراکچور سیاحی و باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن این گوشه زیبای وطنمان پیوسته سعی و تلاش نمایند. سالهای 2007-2016 در ناحیه تنها توسط دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت با مبلغ 107 میلیون سامانی بیش از 16 انشاءات زمانوی تعیینات گوناگون بنیاد گردیده است. عموما در زمان استقلالیت دولتی در ناحیه رشت برای ساختمان و تجدید انشاءات گوناگون قریب 500 میلیون سامانی مبلغ‌زاری شده. در حجم 360 میلیون سامانی کارهای ساختمانی انجام داده شدند. تنها در ظرف 3 سال اخیر از همه منبع‌های مبلغ‌زاری دولتی برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی ناحیه 270 میلیون سامانی روانه کرده شده است. بر زمین از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در 10 سال اخیر با مبلغ 310 میلیون سامانی کارهای ساختمان و برقرارسازی عملی گردید. مسئله با آب با صفت آشامیدنی تامین نمودن اهالی که تا امروز در ناحیه یکی از مشکلات اساسی به شمار می رود، با دستگیری حکومت مملکت
توسط تجدید و از نوسازی شبکه‌های آبرسانی و بنیاد اینفراستراکچور ضروری ذخیره و انتقال آب حل و فصل شده ایستاده است. در زمان صاحب استقلالی در ناحیه نشاندهنده‌های ساحه کشاورزی از جمله استحصال میوه سبزیجات، کارتوشکا و غله و دیگر نوعهای محصولات کشاورزی به مراتب زیاد شده. تنها سال 2018 در همه شکل‌های خواجگیداری با مبلغ قریب 480 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است. علاوه بر این تاکید می‌سازم که در ناحیه برای رشد ساحه صنعت از جمله دایر و تشکیل کارخانه‌های کارکردی شرایط و امکانات‌های خوب موجود است. حکومت مملکت از جانب خود برای فراهم آوردن شرایط مناسب اینفراستراکچوری تمام چاره‌های ضروری را عملی نموده مرکز ناحیه را امروز به یک شهرک زیبای زمانوی مبدل گردانیده است. با فعالیت آغاز کردن دانشکده دولتی آموزگاری و مجمع ورزشیان کالج طبی از نوسازی شهرهای دوشنبه، رشت، جرگتال، سریتاش، تعمیر و از نوسازی راههای داخلی، بنیاد گردیدن ورزشگاه و دیگر انشاءات اجتماعی از جمله مکتب و بیمارخانه‌ها، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و سلسله بناهای نوی خدمت رسانی و معماری نمونه دستاوردهای ناحیه در ظرف سالهای صاحب استقلالی میباشد. حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد سیاحی توجه خاص ظاهر نموده. امکانیت‌های سیاحی تاریخی و فرهنگی، قلعه‌های بلند کوهی، آب‌های مصفا و شفابخش و طبیعت ناتکرار کشور را برای جلب بیشتر سیاحان استفاده برده ایستاده است. طوری تاکید کرده بودم هدف اساسی از اعلان گردیدن سالهای 2019 2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی پیش از همه حل مسائل اجتماعی اهالی برای بهتر نمودن اینفراستراکچور یعنی بهسازی وضع ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ و طلبات زمانی معاصر مطابق گردانیدن سطح خدمت رسانی و بلند برداشتن نیک احوال مردم در هر یک دهه و محل اهالی نشین می باشد. در ناحیه رشت نیز در رابطه با سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد اینفراستراکچور معاصر سیاحی در سطح بین‌المللی برای ماندن خدمت رسانی و اندیشیدن چاره‌ها در سمت انکشاف نمودهای گوناگون سیاحی ضرور می باشد. در ناحیه یادگاری‌های زیاد تاریخی و فرهنگی موجودند که می توانند مکان بازدید سیاحان و مهمانان باشند و همزمان با این به گسترش هنرهای ملی در این گوشه دیارمان مساعدت نمایند. حکومت مملکت من بعد نیز عملی نمودن همه چاره‌های ضروری را برای پیشرفت و آباد و زیبا گردانیدن هر یک گوشه وطن عزیزمان از جمله وادی رشت توسط عملی سازی استراتژی و برنامه‌های دولتی و ساحوی و منطقوی ادامه می‌دهد. وظیفه هر یک ساکن با ننگ و ناموس و صاحبکاران ناحیه از آن عبارت است که در دایره چهاربینی‌های استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی این روند آبادکاری را ادامه دهند و همه امکانیت‌های خود را برای از امروزه زیباتر گردانیدن دیار خود سفربر نمایند. صاحبکاران و فرزندان همت بلند ناحیه نیز که در خارج کشور کار و فعالیت می‌کنند می‌توانند
با اقدامات سازندهشان در آبادی زادگاهشان و حل مشکلات همدیاران خود سهمی ارزشمند دارند. من امروز وقتی که دیدن کردم از آن انشاءات‌های نو بنیاد گردیده و به افتتاح آنها و شناسایی پیدا کردن برای به یک فرزندی بسیار با آهنگ ناموس ноҳияи رشت. این صاحبکار محلی باباجان محیب در یک مهلت کوتاه دوستان عزیز تنها یک صاحبکار مسافه 41 کیلومتر راههای داخلی و راههای بین المللی و بین دهوی را به سطح درجه بین المللی تعمیر و تجدید از حساب درآمد خود کرده است. غیر این دهها انشاءات‌های دیگر بنیاد کرده است که من نظام حکومت جمهوری تاجیکستان همراه فرزندانش از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و از نام خود 1001 مرتبه تشکر و منتداری بیان می‌کنم. من این از کار ثواب خیر، این از کار خدمت کردن به وطن و زادگاه خود. من باوری کامل دارم که جوانمردان رشتان زمین، صاحبکاران و تاجران که بیرون از چی در داخل و چی در از کشور بیرون کار و زندگی فعالیت میکنند میتوانند در آینده نیز سهم خود را در آبادی زادگاه خود، وطن عزیز و محبوب خود تاجیکستان گذارند. با آنها من ملاقاتی در نزدیکی در مسکو داشته صحبت ها داشتم. همه آنها وطن خود را بسیار دوست می‌دارند، در فکر و ذکر آبادی آنها هستند. امروز تمام شهروندان آگاه و سالم فکر مملکت وظیفه دارند که شکرانه صاحب دولتی و صاحب وطنی را به جا آورده هر یک اقدام آبادگرانه و سازنده خود را به نام وطن و ملت به خاطر مستحکم نمودن پایه‌های دولتداری نوینمان و تحکیم نفوذ و آبروی وطن محبوبمان در عرصه بین المللی انجام دهند. در این روند ضرور است که هویت و خودشناسی ملی و وحدت و همدیگر فهمی به جزهای مهمترین و ترکیبی اندیشه ملی مردم ما تبدیل داده شد. طبیعی است که مسیر دولت سازی راهی هموار نیست، بلکه برای نائل شدن به این مقصدی نجیب و مقدس اراده عظیم و ایمان کامل، دانش و بینش عمیق اجتماعی و اقتصادی و معرفت و فرهنگی مکمل ضرور است. ما هنوز در پیش مسئله و مشکلات زیاد داریم که برای حل و فصل آنها و به قطار کشورهای پیشرفته دنیا برآوردن تاجیکستان عزیزمان باید اهلانه و سرجمانه زحمت کشید. شبهه نیست که مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان زحمت پیشه ناحیه رشت در آینده نیز با حس بلندی وطن دوستی و با شکرانه فضای آرام و آسوده کشورمان برای باز هم وسعت بخشیدن کارهای سازنده و آبادگرانه سعی و تلاش خواهند کرد. اطمینان کامل دارم که متحدی و سرجمی همچون سرچشمه بخت و اقبال ملت تاجیک و پیشرفت دولت ملی ما بیگزند و همیشه پایدار و استوار باقی میماند و مردم ما را در راه تطبیق نقشه و هدفهای بزرگ و تقدیرسازی حکومت مملکت غیرت و نیرو و روح و الهام تازه میبخشد. با اعتماد و قناعتمندی بار دیگر ابراز می‌دارم که برای انکشاف و آبادی منبع
کشور عزیزمان همه ذخیره و امکانات ها موجود است. اقتدار اساسی و ذخیره بزرگترین تاجیکستان مردم زحمتکش و با ننگ و ناموس آن می باشد. سلامت باشید. باور دارم که تمام مردم تمدن ساز و شرفمند تاجیکستان از جمله ساکنان سربلند و زحمتکارین ناحیه رشت می‌باید نیز رسالت مقدس خود را به خاطر تحکیم پایه‌های دولتداری ملی‌مان و تقویت اقتدار دولت صاحب اختیارمان صادقانه اجرا کرده همه کوشش و تلاش و همت و غیرت خود را برای آبادی تاجیکستان عزیزمان، حفظ دستاوردهای استقلالیت، تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی در رویه حس بلند ملی و وطن دوستی و وطنداری تربیت کردن فرزندان سفربر می نمایند. در این روز فرخنده و مبارک بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، ساکنان وطن دوست و همت بلند و میهمان نواز ناحیه رشت و همه شما حاضرین ارجمند را به مناسبت جشن وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر فردی وطن سلامتی، صلح و آسایش و روزگار آباد و پرسعادت آرزو می نمایم. بگذار صلح و آرامی و ثبات سیاسی در کشور عزیز ما همیشه پایدار و استقلال ملت آزاد و سربلند تاجیک جاودان باشد. همیشه سلامت و سرفراز و بختیار و کامگار باشید هموطنانی عزیز. جشن وحدت ملی مبارک باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. کبوتر که پرید از روی دستی پیشوا، صلح و وحدت را پرافشان ساخت در اوج سما. برگی بالی افشانش
پیامی مهر بود، دوستی را بر هم از سمتی جهان شد رهنما. کبوتران کبوتران گشاده پر بر آسمان، برای مژده امید بر 4 سمتین جهان. کبوترانی خوش لقا پیامی عشقی ما بره، پیامی سلح و دوستی زینامی عشقی ما بره. کبوتران کبوتران پیامبرانی دوستی، برای شادی و سرور با بیکرانی دوستی. کبوترانی خوش لقا پیامی عشقی ما بره، پیامی سلح و دوستی زینامی عشقی ما بره. بارد نامه‌های عشق زی قله دیار ما، بارد امیدی وصل را با یاری انتظار ما. کبوترانی خوش لقا پیامی عشقی ما بره، پیامی سلح و دوستی زینامی عشقی ما بره، پیامی سلح و دوستی زینامی عشقی ما بره. این کبوتر پیک آسایش به دنیا میبرد، پیک صلح تاجیکان را تا ثریا میبرد، پرچمی فتح و ظفر را از سری دستانی سربر، باز بالا باز بالا باز بالا میبرد. از وحدت ما نعمتی خوشتر نبود، وحدت نبود فرح میسر نبود. آبادی و سرسبزی کشور بینید، فردوس چنین خوش و معطر نبود.
همیشه پر بود پیمانه تو. دل و جانم دل و جانم دل و جان، مرا با تو بود یک عمر پیمان. دل و جانم نگار از بحری آزردن نباشد، حیات از بحری غم خوردن نباشد. دل و جانم حیات از بحری غم خوردن نباشد. دل و جانم عزیزی دل و جانم نگاری مهربانم، یک عمر با تو
نازنین نیست بر روی این زمین مثل تو ملکی نازنین با تو خوش عزیزم جان و دلم فدای تو با تو خوش عزیزم جان و دلم فدای تو شاد و خورم است آب و هوا فارم است خلقی تو شاد و خورم است گل به سر و گل به بدن جان و دلم فدای تو گل به سر و گل به بدن جان و دلم فدای تو نقره آبشاری تو اثری کوهساری تو بازاری نور جلوه زن جان و دلم فدای تو دور دی تو چوزیستم طفل صفت گریستم دور دی تو چوزیستم طفل صفت گریستم مادری جانی جانی من جان و دلم فدای تو مادری جانی جانی من جان و دلم فدای تو جنتی با صفا وطن جان و دلم فدای تو تاجیکستانم مرا سیری بهارانت بس است آبی
را چیدیم، دنیا را همراه دیدیم، گلها را همراه چیدیم، دنیا را همراه دیدیم، به دیدار همه جون آخر شادون رسیدیم، به دیدار همه جون آخر شادون رسیدیم، به دیدار همه جون آخر شادون رسیدیم. شدم مرغ از دل و جان یار وحدت،
گل صنم یاری دیل افگاری تویم گل صنم شالی گل بسر گل بکا کل دورا ما در غم یار یار بکی دیل دورا بین ناز و عداشا شش بکی باشا چی مشکل داره خیرامی قد و بست و چشمی مست و حسنی کامل دورا ای چشمم برکی چشمایی نودونک گل جلوه بیکن با قدی لرزونک عشقی بری رو عاشقی نادونک شالی گل بسر گل بکا کل دوره چشمی آهو داره این دختری ساز روخی ماه و قدی دیل جو داره بین ناز و عداشه شش بکی باشه چی مشکل داره خیرامی قد و بست و چشمی مست و حسنی کامل داره شالی گل بسر گل بکا کل داره خبرم یاری جان یاری جانه ای کاش که بگیری خبرم یاری جان یاری جانه خواهم که بیایی ببرم یاری جان یاری جانه ای کاش که بگیری خبرم یاری جان یاری جانه یاری کمر آوی ای غم دلم آوی یک روش افتاوی یک روش مهداوی یاری جان یاری جانه ستاره گرمی حرف تو بگو مهینو
وحدت بهاری عمر است، فیض و براری عمر است، سرسبز از سخایش باغی دیاری عمر است، باغی دیاری عمر است. مشهور وحدتی ماست، ای کی سعادتی ماست، ای کی سعادتی ماست. مشهور وحدتی ماست، ای کی سعادتی ماست، ای کی سعادتی ماست. بر ملت و به کشور مهر صداقتی ماست، بر ملت و به کشور مهر صداقتی ماست، مهر صداقتی ماست. وحدت رگی نجات است، آسایشی حیات است، از همدلی نشانه آرندهی نشاط است، از همدلی نشانه آرندهی نشاط است. مشهور وحدتی ماست، ای کی سعادتی ماست، ای کی سعادتی ماست. مشهور وحدتی ماست، ای کی سعادتی ماست، ای کی سعادتی ماست. بر ملت و به کشور مهر و صداقتی ماست، بر ملت و به کشور مهر و صداقتی ماست، مهر و صداقتی ماست. وحدت مرامی میلاد، وحدت بقای بخت است، پایندگی منبر مستحکمی تخت است، پایندگی منبر مستحکمی تخت است. مشهور وحدتی ماست، ای کی سعادتی ماست، ای کی سعادتی ماست. مشهور وحدتی ماست، ای کی سعادتی ماست، ای کی سعادتی ماست. بر ملت و به کشور مهر و صداقتی ماست، بر ملت و به کشور مهر و صداقتی ماست، مهر و صداقتی ماست. مشهور وحدتی ماست. خندیدنی یار گل برگی ترک، رقصیدنی یار عجب دل برک، شیرین شیرین در خیرامه کبگی مست، آن از عشق اصل داره اصل پرورک. بزیری چادرت عطری گلی آسمان، عاشق شیدای تو کس نباشد همچو من. بزیری چادرت عطری گلی آسمان، شکر کشو برای مسیح با بوشمن. بزیری چادرت عطری گلی آسمان، عاشق شیدای تو کس نباشد همچو من. خیرامی قامتت آهوی داشتی، بسد غمزازی پیشی من گذشتی، زدم فریاد از راحت نگشتی، حالا ای دختری زیبایی رشتی.
گشتی زدم فریاد از راحت نگشتی حالا ای دختری زیبایی رشتی سیسیلا مو سیسیلا موی با مو جنگیلا سیسیلا مو سیسیلا موی با مو جنگیلا سمسمایی نازیاره در دیلا کن سیسیلا خدا دادی سعادت یاره رو جانب فردای درخشان حیات رو جانب فردای درخشان حیات اندر بری پیشوا قدم بگذاره قدم بگذاره اندر بری پیشوا قدم بگذاره با علم و فنه بارنده فرهنگ و زبان و سخنه این وحدت ما بنبی جان آمده است خوشبخت از آنیم خوشبخت از آنیم که یک جان و تنیم خوشبخت از آنیم که یک جان و تنیم خوشبخت از آنیم که یک جان و تنیم شکرانه این ملت صد شکرانه شکرانه این وحدت صد شکرانه شکرانه ای زیبا وطنی همچو بهیش شکرانه این دولت صد شکرانه شکرانه ای زیبا وطنی همچو بهیش شکرانه این دولت صد شکرانه صد شکرانه هزار و یک شکرانه از روی زمین تا به فلک شکرانه صد شکرانه هزار و یک شکرانه از روی زمین تا به فلک شکرانه از وحدت ما حسن وطن زیبنده با سرو و سمندر به چمن زیبنده امروز که جشن وحدت ملی ماست خوشبخت از آنیم خوشبخت از آنیم که یک جان و تنیم خوشبخت از آنیم که یک جان و تنیم خوشبخت از آنیم که یک جان و تنیم شکرانه این ملت صد شکرانه شکرانه این وحدت صد شکرانه شکرانه ای زیبا وطنی همچو بهیش شکرانه این دولت صد شکرانه شکرانه ای زیبا وطنی همچو بهیش شکرانه این دولت صد شکرانه صد شکرانه هزار و یک شکرانه از روی زمین تا به فلک شکرانه صد شکرانه هزار و یک شکرانه
توحید سراییم، به مهر چراییم، به مهر چراییم. آن درد کدورت همه از سینه زوداییم، بر مهر گراییم، بر مهر گراییم. آن درد کدورت همه از سینه زوداییم، بر مهر گراییم، بر مهر گراییم. این درد کیرای غم و اندوه ندارد، درد و علم آرد. این درد کیرای غم و اندوه ندارد، درد و علم آرد. باید که به هم چهره و آغوش کشاییم، باید به هم آییم، باید به هم آییم. باید که به هم چهره و آغوش کشاییم، باید به هم آییم، باید به هم آییم، باید به هم آییم، باید به هم آییم. ای دوست جهان است چی زیبا و مجلا، زیبا و مجلا. با مهر محبت بود این عمر گوارا، شیرین و گوارا. با مهر محبت بود این عمر گوارا، شیرین و گوارا. باید بی فیضای فروزی نتی آن را، با پاکی دلها. تا مهر کند تنتنه اندر همه دنیا، اندر همه دنیا. تا مهر کند تنتنه اندر همه دنیا، اندر همه دنیا. جز مهر و وفا ما غمی سرمایه نداریم، نگار بیاریم. ارمان و هوس غیر از این بایه نداریم، شکرانه گذاریم. همسایه کند سایه اگر بر سری شفقت. با مهر و محبت آزرده دینی با حق و همسایه نداریم. ما سوشیاریم، ما سوشیاریم، ما سوشیاریم.